نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به سوره مبارکه صف. عرض کردم در سوره ممتحنه ما چه بحثی خواندیم؟ بحث ترک موالات با کفار و زجر و توبیخ برای مسلمانانی که دوستی میکنند. اون مسلمانان سطح بالا بودند، مثل حاطب بن ابی بلتع رضی الله تعالی عنه که در ابتدای آیات شأن نزولش را خواندیم و اون کسی بود که در جنگ بدر همراه شده بود. در این سوره هم زجر و توبیخ است بر مسلمان ها، اما مسلمان های سطح پایین تر، اون مسلمان هایی که در امر جهاد کوتاهی میکنند، چون این 4 سوره اول عرض کردم در رابطه با جهاد هست، لذا این سوره هم درباره جهاد است و در این سوره سرزنش شدند، مورد نکوهش قرار گرفتند او مسلمانانی که در امر جهاد از خود ضعف نشان میدند، که شاید ما هم هستیم که هر کسی درباره جهاد بترسد و وقتی که موقعیت جهاد فراهم آمد عقب نشینی بکند، به هر حال مصداق این آیات قرار میگیرد. اما آیات آغاز شدن با سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بازم توحید، تسبیح و تقدیس و تنزیه. اشاره به این هست که این سوره هایی که موضوع اصلیشون جهاد و انفاق است، اصل جهاد، انفاق، همه این تلاش ها به خاطر اعلای کلمت الله است، به خاطر توحید است، به خاطر اینکه یک تاپرستی در همه عالم جا بیفتد. پس در ابتدای این سوره هایی که حتی کل موضوعشون جهاد و انفاق هست، هم الله عزوجل در آغاز توحید را بیان می‌فرماید. سبح لله، سبح لله میتونیم بنویسیم قالا یا حالا، همه خدا را تسبیح میگویند، بعضی به زبان قال و بعضی به زبان حال. بعضی که خدا بهشون زبان داده اونها زبانشون را با زبانشون تسبیح میگویند. انسان با زبانش میگه، امکان داره حیوان با زبانش بگه، بلبل با زبانش بگه. بعضی ها مثل سنگ و درخت و بقیه که زبان نداره، اونها زبانشون زبان حال هست. اینها با من و تو مردن، با حق زنده هستند، اینها تسبیح میگویند، اینها عرض کنم که تحمید میکنند، الله عزوجل را حمد میکنند. و سبحه قبلا هم معناش را عرض کردیم، به معنی پاکی خدا بیان کردن. سبحان الله معنی اینه که خدا پاک است از هر شریک، از عیب، از ولد، از همسر، از دختر. اون نسبت های ناروایی که مشرکین عالم به خدا میدادند، از همه اون نسبت ها چیه؟ پاک است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید فقط و فقط برای الله، قالا یا حالا، تمام آن موجوداتی که در آسمان ها هستند و تمام آن موجوداتی که در زمین هستند. و هو العزیز الحکیم، اون ذات عزیز است، قدرت دارد، غالب است، و حکیم، با حکمت است. حکمت کامل و قدرت کامل از آن او هست. خب بعد از این تسبیح و توحید
الله تعالی زجر و سرزنش میفرماید مسلمانانی که در امر جهاد کوتاهی میکنند. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله میفرماید ای مؤمنان، ای کسانی که شما به وحدانیت من ایمان دارید، چرا شما میگویید آنچه که نمی کنید؟ شما همیشه دست به سینه میزنید که ما با کفار می جنگیم، چرا شما نمی جنگید؟ چرا شما در راه مبارزه با کفار از خود ضعف نشان می دهید؟ کبر مقتا عند الله، بسیار سنگین است از نظر مقت و خشم، از نظر خشم و غضب الهی سنگین هست، یعنی خدا ناراضی میشه بر اینکه ان تقولوا ما لا تفعلون، شما بگویید آنچه که عمل نکنید. شما عمل بکنید، شما برای جهاد در راه الله آماده بشید. الله عزوجل بعد از این مجاهدین را، اون انسانهای مؤمنی که سر به کف هستند و از همه چیز خودشون گذشتند، همه چیز را بر طبق اخلاص گذاشتند، از اونها تعریف و تمجید می‌فرماید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، بدون شک الله دوست دارد آنانی را که می جنگند در راه الله صفا، پشت سر هم محکم ایستاده، کأنهم بنیان مرصوص، گویا اونها بنایی هستند مرصوص، دیواری هستند و بنایی هستند، ساختمانی هستند که یعنی اصلا تکان نمیخورد. مرصوص، مرصوص میگویند با دیوارهای آهنی، اصل رصاص به سرب میگویند، فلز میگویند. گاهی که بخوان دیوار را خوب محکم بکنند، فلز را چی میکنند؟ گداخته میکنند، ذوب میکنند و در وسط دیوار میندازه. امروزه دیوارهای آهنینی که این آهنها را با هم دیگه کلاف میدهند درست میکنند، لذا این دیوار دیگه اصلا سقوط نمیکنه، این نمیفته. این مجاهدان در راه الله مثل اون دیوار آهنین محکم در مقابل دشمن ایستادند. خدا اینها را دوست دارد. لذا شما ای مسلمانان، شما مثل اینها باشید، شما در راه الله عزوجل ثابت قدم باشید، نترس باشید، شجاع باشید. حال الله عزوجل دو تا داستان یا دو تا نمونه از سستی و ضعف بیان می‌فرماید. یکی متعلق به بنی اسرائیل است. ما در سوره مبارکه بقره خواندیم که چقدر بنی اسرائیل انبیاء خدا را، به ویژه موسی و هارون را اذیت کردند. به تعبیر ما محلی ها موسی خون دل شد از دستشون. هر چی که فرمود ما می جنگیم نجنگیدن. 40 سال بلا تکلیف در میدان تی، 40 سال جایگاهی نداشتند، هیچ جایگاه اجتماعی برای اونها نبود. این به دلیل چی بود؟ به دلیل ضعف در امر خدا و سستی نشان دادن در امر خدا. به خاطری به جای اینکه بجنگن برای حقشون، جهاد بکنن، سرزمین های اشغالی خودشون را پس بگیرن، چیکار کردن؟ گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. خدای عزوجل در رابطه با این قوم اینجا نمونه ذکر می فرماید که شما مثل اونها نباشید. الله می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم لم تؤذوننی، چرا شما مرا اذیت میکنید؟ و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، مانع ایزا، در حالی که شما میدانید من رسول خدا هستم، به سوی شما فرستاده شدم. الله میفرماید فلما زاغوا، زمانی که این قوم کجروی را انتخاب کردند و اختیار کردند، ازاغ الله قلوبهم، خداوند دلهایشون را هم کج کرد. دلهایشون را کج کرد به چه معنی؟ یعنی اونها را از توفیق محروم کرد،
اونها بی توفیق شدند، اونها بدبخت شدند، چون که نبی خدا موسی کلیم را اونها اذیت کردند. الله عزوجل دلهای اونها را هم کج کرد. والله لا یهدی القوم الفاسقین. الله چنین قوم فاسقی را هدایت نمیکنه. اینها هیچگاه مسیر هدایت را نخواهند دید و نمیبینند. لذا هدف از این داستان چی بود؟ که ما در مقابل دستورات خدایمون و در مقابل دستورات پیغمبرمون مثل اونها نباشیم، که ما هم اون وقت محروم میشیم خدای نکرده از ایمان، از هدایت، از توفیقات خیر. و اذ قال عیسی ابن مریم، داستان و واقع دوم، زمانی که عیسی ابن مریم گفت یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، ای بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم، من رسول و فرستاده الله هستم به سوی شما. بله، رسول الله الیکم. معلوم میشه که رسالت عیسی هم فقط برای بنی اسرائیل بود. اینجا بعضی نوشتن لا الی جمیع الناس، برای همه مردم نبود. مصدقا لما بین یدی من التوراه، من تصدیق کننده هستم، تایید میکنم اون توراتی که قبل از من موسی کلیم آورد. یعنی من با او هماهنگم، مطالبی که در کتاب من هست در انجیل با او هماهنگ است. هر دو بر اصول، بر توحید تأکید دارند. و مبشرا برسول یأتی من بعدی، و من مژده دهنده هستم، بشارت دهنده هستم به پیامبری، به رسولی که یأتی من بعدی، بعد از من می آید، اسمه احمد، نامش احمد است، صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آسمان ها نامش احمد بود و در زمین محمد. فلما جاءهم بالبینات، زمانی که با بینات پیش آنان آمد. این دلیل اول جهاد است. چرا باید جهاد کرد؟ دشمنان رسالت رسول الله را نپذیرفتند که هیچ تهمت‌های بیجا و مارک‌های بیجا هم چسبوندند. چی گفتند؟ قالوا هذا سحر مبین، این سحر و جادوی آشکاری هست. وقتی که این پیامبر آمد بهش جادوگر گفتند، لذا می طلبد و اقتضا می کند که با این نوع یاوه‌گویان باید جنگید. این دلیل اول جهاد است. دلیل دوم، و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب، چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا میگوید بر الله دروغ، و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که اون دعوت داده میشه به سوی نور اسلام. اینها که افترا میگویند، افتراء اهل کتاب چی بود؟ افتراء عرض کنم که مشرکین چی بود؟ هر شرکی، هر خرافاتی داشتند اون به الله نسبت میدادند و تحریفات خودشون را هم به الله نسبت میدادند. اهل کتاب میگفتند که به ما گفته شده هر کسی که غیر از بنی اسرائیل به عنوان پیغمبر ادعا کرد از او نپذیرید. این افترا بود. لذا چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا بر خدا میگوید، افترای کذب، و از طرف دیگر به سوی اسلام فرا خوانده می شود و هو یدعا الی الاسلام. والله لا یهدی القوم الظالمین. خدای عزوجل چنین قوم ظالمی را هدایت نمی فرماید. پس علاج این دعوت نیست، این قابل هدایت نیست. علاج این چیه؟ شمشیره. علاج این جهاده. والله لا یهدی القوم الظالمین. دلیل سوم جهاد اینطور هم نیست که اون جای خودش نشسته باشد. اگر کافر با دین و آیین و توحید کار داشته نباشد ما هم باهاش کار نداریم، تسلیم بشه. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، آنها میخواهند که خاموش کنند نور الهی را با افواهشان.
یا با دهانشان یا با شایعاتشان. والله متم نوره، الله تکمیل کننده ی نور دینش هست. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نخواهند، کافران نپسندند، دوست داشته نباشند. لذا اینها را الله عزوجل ریشه‌کن میکند که میخوان نور الهی را خاموش کنند. الله عزوجل در رابطه با حقانیت این دین و رسالت رسول صلی الله علیه وسلم و غالبیت این دین که غالب بر همه دین ها، بالخصوص از نظر حجت و از نظر دلیل، می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله آن ذاتی است که رسول خودش را همراه با هدایت فرستاد. این رسول امام انقلابه و هدایتش چیه؟ هدایتش کتاب انقلاب است، قرآن مجید و دین الحق، دین حق، دین اسلام فرستاد. لیظهره علی الدین کله، حکمت ارسال تا که غالب بگرداند بر همه ادیان به اعتبار حجت، به اعتبار دلیل. ولو کره المشرکون، گرچه مشرکان نپسندند نخواهند، الله این دین را غالب می کند. پس الله عزوجل چند دلیل بیان فرمود که این دلایل می طلبد در راه خدا جهاد کرد. یکی این که به پیغمبر دروغ، اونها افترا می کردن، دروغ درست می کردن و به پیغمبر می گفتن که خدا به ما گفته. دوم به پیغمبر ساحر و جادوگر گفتن. سوم این که می خواستند چراغ الهی را که این دین باشد خاموش کنند، یعنی دسیسه می کنند، توطئه می کنند، برنامه ریزی و مکر می کنند، دائما در حال توطئه هستند. چنانچه امروز دشمن هم توطئه می کند، همش بر علیه قرآن شبهات، همش بر علیه اسلام شک و شبهات و القاء شبهات در قلوب جوانان، شب روز تبلیغ، اینا همه توطئه، همه مکره. لذا اینها همه دواعی جهادند، اینها انگیزه هایی هستند که باید با کفار جنگید. بعد از این الله عزوجل خطاب دوم هست، در این خطاب دوم ترغیب میده به سوی جهاد. اما الله عزوجل جهاد را در قالب یک معامله با خدا معرفی می کند و مژده های بسیار جالبی به مسلمان ها عنایت می فرماید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، هل ادلکم علی تجاره، آیا راهنمایی کنم شما را نشان بدهم تجارتی، چنان تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، شما را نجات بده از عذاب دردناک آخرت. شما را به این تجارت راهنمایی بکنم، چند کار بکنید. یک، تؤمنون بالله و رسوله، این جمله مفسره هست برای تجارت، تفسیر میکنه تجارت را. اون تجارت اینه، اول اعتقاد و عملتون را درست کنید، ایمان به خدا و ایمان به رسول الله. تؤمنون بالله و رسوله، این قوه اعتقادی است. ایمان به خدا یعنی به توحید، به یکتا پرستی و به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو، قوه عملی. و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، و جهاد کنید در راه الله. اینا صیغه های مضارع هستند، خبرند اما به معنی انشاء، به معنی امر. این فصاحته. و جهاد کنید در راه الله با مالتان، با جانتان. مال را مقدم کرده، بسا اوقات دادن مال از جان هم سخت تره. البته در قرآن شما بررسی بکنید، به اموالکم و انفسکم بیشتر آمده، انفسکم و اموالکم هم آمده، کم آمده. مال خیلی مقدم است، چون امکان داره کسانی باشند برای جان دادن خیلی افراد باشند، اما اونایی که مال میدن کمند، چون مالداران کمند. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون،
این بهتر هست برای شما اگر شما بدانید. خب این بیان ثمن بود، این پول شما میدید، پولی که شما میدید اون چیه؟ مال و جان، این را به خدا تقدیم میکنید. مبیعی که شما میگیرید خدا در عوض به شما چی میده؟ اینجا بیان مبیع هست. چند مبیع هستند، نتیجه اول و ثمره اول اخروی هست. یغفر لکم ذنوبکم، این اخروی. اول دفع مضرت، همه گناهانتون را میبخشد، پاک و صاف میشید. چه افتخار بزرگی انسان گناهش بخشیده بشه. کم نیستن مجاهدان در همین زمان که هر چه سرمایه داشتند و دارند در راه الله تقدیم کردند، جان هم تقدیم کردند. لذا الله می فرماید یغفر لکم ذنوبکم، الله مغفرت می کند ذنوب شما را، گناهان شما را. دوم اینم اخروی هست. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما را داخل میگرداند در اون جناتی و در اون باغاتی که جاری هست از زیر درختانش نهرها و جویبارها از زیر درختانش، کاخهایش، قصرهایش، چه جاهای باصفا. و مساکن طیبه فی جنات عدن، و همچنین مساکن و ساختمانهای بسیار زیبا و مجلل فی جنات عدن، در اون جنات و باغات همیشگی، همیشه و همیشه، برای همیشه خرم و آباد، در روح و ریحان. این نتیجه اخروی هست که شما جان و مال تقدیم کنید. آخر فضیلت بهشت را الله می فرماید ذالک الفوز العظیم، این فوز و این رستگاری بزرگ هست. خب آیا فقط همینه؟ یعنی ما کشته بشیم بریم در راه خدا، کشته بشیم بریم بهشت؟ تو این دنیا برای ما نتیجه ای نخواهد داشت؟ چرا نه؟ تو این دنیا هم خدا میده. و اخرى تحبونها ای نعطیکم عطیه اخرى، فعلی که مناسب میدونید مقدر بکنید. الله می فرماید ما به شما میدیم عطیه دیگر، ما به شما میبخشیم بخشش دیگر که تحبونها، شما اون را خیلی دوست دارید. بعضی میگن تا وقت به بهشت برسیم ولی قبل از اون دشمنان اینجا پوزهشون به خاک مالیده بشه، دشمنان ما شکست بخورند. الله میفرماید اینم هست، این در دنیا است. این پس نتیجه دنیوی هست، نتیجه دنیوی به جهاد، فتح و پیروزی. و اخرى تحبونها، نتیجه دیگر، ثمره دیگر که شما دوست دارید آن را، اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، نصرت و یاری از جانب الله و فتحی که اون فتح قریب هست، فتحی که اون فتح هم نزدیک هست. و بشر المؤمنین، ای نبی من، ای رسول من، مژده بده مؤمنین را به این فتح هم، اونهایی که واقعا با اخلاص، با شرایط در راه الله بجنگند، الله تعالی در این دنیا هم موفقیتشون میده، در اون دنیا هم عزتمندند اونها. پس یک نکته را میخوام عرض کنم که قیمتی که الله عزوجل برای ما گذاشته خیلی ارزشمنده. به کمتر از این راضی نشیم، بالخصوص اهل علم، به کمتر از این خودمون را نفروشیم. قیمت بهشته. هر جایی که میدونستید در مقابل اون بهشت میرسه خودتون را بفروشید. اما اگر در مقابل فروختن به ما دلار میرسه، نه، این خیلی ضرره. تو این دنیا به ما چیزی میرسه، لذا خودمون را نفروشیم. بها خیلی سنگینه، لذا باید بر مسیر حق بمانیم.
و بر مسیر حق کار کنیم، استقامت کنیم تا به بهشت خدا برسیم. در دنیا هر چی پیش میاد بیاد. خیلی ها هستند که متاسفانه به ارزان خودشون را میفروشند، به اندک خودشون را میفروشند، خسر دنیا و الاخره میشن. نه در دنیا چیزی گیرشون میاد بغیر از ذلت و خواری، و در آخرت الله بهتر میدونه با اونها چی میکنه. لذا الله میفرماید، این خطاب سوم است. در این سوره 3 بار خطاب فرموده مؤمنین را. اول زجر بود که چرا شما لما تقولون ما لا تفعلون، و بعد الله ما را راهنمایی کرد به یک تجارت که تو این تجارت خوب تشریح فرمود، شما چه بدید خدا به شما چه میده. و در خطاب سوم هم برای مؤمنین است. الله عزوجل دعوت میده ما را بار دیگر به اینکه ناصر دین الله باشید. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله، ای مؤمنین، ای کسانی که به وحدانیت الله ایمان دارید، کونوا انصار الله، شما ناصر دین الله باشید. ناصر باشید، خائن نباشید، بی تفاوت هم نباشید، ناصر باشید. تقدیم کنید خودتون را، جانتون را، مالتون را، تا کی زنده هستید. کما قال عیسی ابن مریم، همان گونه که عیسی ابن مریم گفت برای حواریینش، برای مخلصینش، من انصاری الی الله، چه کسی مرا نصرت می کند، یعنی دین خدا را که من حاملش هستم، الی الله ای ذاهبا الی الله، به پیش خدا بره شهید بشه ولی من نصرت بکنه. حواریین، در رابطه با حواریین اولا خدمت شما عرض کنم که اختلاف است. حواریین کیا هستند؟ بعضی میگویند حواریین جماعتی بودند از سرمایه‌داران، از اشراف، که اینها را خداوند هدایت فرمود، به دلشون ایمان قرار داد، اینها آمدن از عیسی علیه السلام حمایت کردند. بعضی میگن نه، حواریین اشراف نبودند، سرمایه‌داران نبودند، فقیر فقرا بودند. بعضی میگن کارشون کفش دوزی بود، کفاش بودند، شغلهای اینچنینی داشتند و با زحمت و تلاش نان شبشون را در می آوردند، ولی در کنار انبیا بودند. بیشتر در کنار انبیا فقرا بودند همیشه. و بعضی میگن اینها در واقع لباسشو بودند، سر نهرها و جویبارها لباسهای مردم را می شستند. حواریین از حوار، از حور هست، حور به معنی سفید، سفید کننده. اینا لباسها را سفید میکردن، به این معنی که چرک چروکهاشون را بیرون میکردن، تمیز میکردن. به این خاطر اینها را حواری میگن. الان هرچی بودند، امروز حواری به صفوه انبیا میگن، اونایی که با انبیا رابطه نزدیکی دارند، برگزیدگان انبیا. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با یکی از عشره مبشره، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه میفرماد که زبیر حواری من است، از این امت زبیر حواری من است. لذا این کلمه که به معنای صفوه الان یاد میشه، تفسیر کبیر نوشته الحواریون هم صفوة الانبیاء. حواریون برگزیدگان انبیا را میگن، الذين اخلصوا فی التصدیق بهم و فی نصرتهم، اونهایی که در تصدیق انبیا واقعا مخلص بودند و مخلصانه انبیا را یاری کردند، یاری رسوندند. پس اونهایی که از ته قلب با جان و مال، با اخلاص، مثل ابوبکر صدیق، مثل عمر فاروق، مثل خلفاء راشدین عشره مبشره، اینها که با جان و مال، از صمیم قلب، با اخلاص کامل از انبیا حمایت کردن، اینها هستند حواریون. لذا الله می فرماید که قال الحواریون نحن انصار الله، حواری ها آستین بالا زدن، گفتن ما ایم انصار الله، ما هستیم ناصران دین خدا. لذا
اینها نصرت کردند. با چی نصرت کردند؟ ببین امروز مسیحیت تبلیغاتش اینه که در دین عیسی مسیح جهاد نبود، در حالی که غلطه. در ادیان همه انبیا جهاد بود. میخوام بگن العیاذ بالله دین مبین اسلام دین خشونت است، چون دین جهاده، دین خونریزی است. دین عیسی میگن دین صلح بود. حتی عیسی خودش مظلومانه به دار افتاد، به دار کشیده شد، لذا جهاد نکرد. نخیر، حواری ها، کسانی که دین عیسی را به تمام عالم رسوندند با جهاد و با تبلیغ خودشون. روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را برای شما خواندم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود مسیحیان 72 گروه شدند، به غیر از 3 گروه که نجات یافتند بقیه همه هلاک شدند. 3 گروه، اولین گروه کسانی که جهاد کردند، کشتند و کشته شدند. دوم کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کردند. سوم کسانی که نه توانایی جهاد داشتند نه توانایی امر به معروف و نهی از منکر، رفتن به جنگل ها و کوه ها و غار ها عبادت خدا را کردند تا اینکه همونجا جان دادند و مردند. راهب ها رهبانیت ابتدعوها. لذا اینها بودند، این 3 گروه بودند، جهاد کردند. اما این خدمت شما عرض کنم که بیشترین جهاد توسط حواری ها بعد از رفع عیسی علیه السلام انجام گرفت. دین عیسی در زمان حیات خود عیسی در اقلیت بود. حرف اول را یهود میزد، یهود غالب بود، یهود غالب بود که عیسی علیه السلام را به زعم خودشون به دار کشیدند، هیچ حامی نبود. اما بعد از عیسی حواریون شروع کردند هم به تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر و هم به جهاد، تا اینکه تمام دنیا را مسیحیت گرفت و یهودی ها در تنگنا قرار گرفتند، یهودی ها اقلیت شدند. این به برکت جهاد و نصرت حواریون بود. لذا الله می فرماید قال الحواریون نحن انصار الله. حواری ها گفتن نحن انصار الله، ما ناصران دین خدا هستیم. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، ایمان آورد گروهی از بنی اسرائیل به سبب جهاد حواریون. و کفرت طائفه، و کفر کرد گروهی دیگر. اونایی که ایمان آوردن به چی ایمان آوردند؟ آمنت به عیسی و انه عبد الله و رفع الى السماء، تفسیر جلالین. یعنی اون چه که در رابطه با عیسی حق بود اون گفتن. اما و کفرت طائفه، کفر طائفه چی بود؟ بقولهم انه ابن الله و ما رفع الى السماء یا هو الله، هر چی که می گفتن اینا کفر کردن. فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم، ما کمک کردیم، تقویت کردیم آنهایی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان کمکشون کردیم. فاصبحوا ظاهرین، اونها شدن غالبین. ظاهرین بالسیف، با شمشیر، بعضی گفتن بالحجت والبرهان، از هر دو جهت غالب شدن، هم از نظر استدلال و هم از نظر میدان. در میدان هم اینها غالب شدن. پس قویناهم بالحجه او بالسیف و ذلك بعد رفع عیسی علیه السلام. تفسیر ابو سعود میفرماید که فأیدنا یعنی قوینا، ما اونها را تقویت کردیم، کمکشون کردیم بر عرض کنم که دشمنان خودشون، یا با حجت و دلیل هست یا به وسیله شمشیر هست. و این چه زمان اتفاق افتاد؟ تفسیر ابو سعود میگه بعد رفع عیسی علیه السلام، بعد از اینکه عیسی علیه السلام به آسمان ها برده شد. الان بعد از عیسی علیه السلام یاران ایشون جهاد کردند و تلاش فراوان کردند تا سبب انتشار دین ایشون شدند. اما بعد از پیامبر اسلام، نه بعد از پیامبر،
هم در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم یاران رسول الله، صحابه، خلفا بیش از حواریون تلاش کردند چنان که سبب دین انتشار دین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در همه دنیا شدند. به هر حال این سوره مبارکه صف بود که در این سوره بیشتر موضوع جهاد بود و بعد 4 سوره دیگه میاد. سوره جمعه، سوره منافقین که سوره جمعه را میخوانیم مختصر است و بحث خاصی ندارد. این سوره در رابطه با بیشتر انفاق است یا اینکه استماع و گوش کردن سخنان رسول الله بالخصوص در روز جمعه که اون سخنان بیشتر موضوعاتی که در خطبه بود در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیشتری موضوعات جهاد و انفاق بود. اما قبل از اون الله عزوجل مجددا تسبیح در اول هر سوره تسبیح یادآور اصل مسئله است که توحید فراموش نشه. این همه مسائل جهاد، انفاق، بقیه جد و جهد به خاطر توحید است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح میگوید، توحید خدا را بیان میکند قالا و حالا برای الله تمام آن موجوداتی که در آسمان ها و در زمین هستند. اون اللهی که الملک صفت لفظ جلاله هست، لله الملک. اون اللهی که پادشاه مطلق است. اون اللهی که القدوس پاک است، منزه است. اون اللهی که العزیز غالب است و اون اللهی که الحکیم حکیم است و تمام کارهایش با حکمت است. در رابطه با اینها به قدر کافی تشریح شده در گذشته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. این دلیل وحی است. الله آن ذاتی هست که در میان امیین رسول فرستاد که منهم بشریت رسول، این رسول از خودشان. یتلو علیهم آیاته، 4 وظیفه رسول. یتلو علیهم آیاته، آیات الهی را بر آنها تلاوت می کند. و یزکیهم، و آنها را تزکیه می کند. تزکیه از چی؟ تزکیه از عقاید باطله و اخلاق رذیله. تزکیه باید همه تن انجام بگیرد. تزکیه فقط از عادات بد نه، اول از عقاید خبیثه، از شرک، از کفر، از نفاق، از خرافات، از هر چیزی که به دین انسان ضرر میدهد و بعدا تزکیه از اعمال بد، از اخلاق بد، از عادات بد. اونها درجات بعدی هست. لذا تمام مربیانی که الله عزوجل اونها را مربی قرار داده و دارند مریدان تربیت و تزکیه می کنند، باید اونها اول روی عقیده کار بکنند، باید روی ایمانشون کار بکنند تا بعد برسه به اعمال و اخلاق. لذا الله می فرماید و یزکیهم، فریضه دوم، آنها را تزکیه می کند، عقایدشون را. می بینید چرا تزکیه مقدم است؟ عرض کردم 4 آیه شبیه این آیه ما داریم، در 3 تا تزکیه مقدم است حتی قبل از تعلیم کتاب، در یکی فقط علم مقدم است. به دلیل اینکه در تمام زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم تزکیه مقدم بود. تصحیح عقاید، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در زندگی 13 ساله مکی احکام کمی را تعلیم دادن. احکام نبود بغیر از نماز، بقیه همش عقاید، همش تزکیه. تزکیه خیلی مهم است. لذا الله می فرماید و یعلمهم الکتاب، به آنان تعلیم میدهد کتاب، فریضه سوم، و حکمت، تشریح کتاب، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این کانوا من قبل، گرچه بودند قبل از این، یعنی قبل از بعثت، لفی ضلال مبین، در گمراهی آشکار و در گمراهی واضحی بودند. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. چقدر انسان دلش خوشحال میشه که اینجا الله عزوجل ما را هم بالواسطه شاگردان رسول الله قرار میده. الله میفرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده شد، یتلو علیهم آیاته، بر آنان آیات الله را تلاوت میکند و همچنین آخرینی که رسول الله را مستقیما
ملاقات نکردند، رسول الله برای اونها هم مبعوث شد. آخرین از نظر ترکیب بعضی گفتن عطف است بر امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، و همین رسول را بعث فرستاد برای آخرین، برای ماها هم همین رسول است، استاد ما هم همین رسول است. بله. خب و آخرین منهم، آخرین از همین مؤمنین که لما یلحقوا بهم، ملحق نشدن به آنان، هنوز نرسیده، هنوز اونها به دنیا نیامدن، بعدا میان، رسول برای اونها هم مبعوث شده. و هو العزیز الحکیم، الله غالب است، کارهاش با حکمت، اون کارهاش را بهتر میداند. برای اونها رسول دیگه نمیفرستد، همین یک رسول که سید اولاد آدم است، تا قیام قیامت رسول هست، همین کفایت میکند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این عموم بعثت را میرساند و بعثت رسول الله را تا قیام قیامت میرساند. این فضل الله است. این فضل را الله به هر کسی که خودش بخواد میده. به عیسی نداد، به موسی نداد، به بقیه انبیا، حتی به ابراهیم نداد، اینو به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داد. الله میفرماید ذالک فضل الله، این عموم بعثت فضل الله است. یؤتیه من یشاء، میدهد این را به کسی که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی صاحب فضل عظیم است. بعد از این که رب سبحانه و تعالی وظیفه پیغمبر را و در قبال اون وظیفه ما هم مشخص شد، او تلاوت میکند ما ایمان میآوریم، او تزکیه میکند ما باید خودمون را اصلاح بکنیم، عقاید خودمون را، اخلاق و اعمال خودمون را الی آخره. بعد از اون الله عزوجل زجر بیان میفرماید برای کسانی که این تعلیمات را میگیرند، این تعلیمات را به دوش میگیرند اما بر اینها عامل نیستند، پایبند نیستند، از توحید خبر دارند ولی شرک میکنند، از اعمال خبر دارند ولی فساد عملی دارند، مثل علماء دین فروش یهود، علمایی که تورات بر اونها حمل شد. از مطالعه قرآن مجید معلوم میشه، نکته را شاید قبلا برای شما گفتم که بدترین زجر و توبیخ ها در قرآن برای علما بیان شده. علمای سو، علمایی که دین را ضایع بکنند و دین را کتمان بکنند و بر دین عمل نکنند، یا دین را بد به مردم برسونند، برعکس برسونند، شرک را در قالب توحید برسانند، کفر را در قالب ایمان برسونند. اینها بالخصوص اونهایی که واقعیت را میدانند. در قرآن مجید همیشه بنده عرض میکنم که انسان که اشرف مخلوقات هست و بهترینش هست، افضل هست، الله تعالی میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را خیلی کرامت دادیم، خیلی عزت دادیم، اما همین بنی آدم را الله تعالی به بدترین حیوانات تشبیه میده. یه جای تشبیه میده به الاغ، اینجا هست. الاغ در حماقت معروف است و یک جا تشبیه میده به سگ، فمثله کمثل الکلب، سگ در نجاست معروفه، یعنی به نجسترین حیوان و به کودنترین و احمقترین حیوان الله تشبیه میده. کی را؟ انسانی که عالم باشد. عالم وقتی که مسیرش را گم بکند و مسیرش را کنار بگذارد و بیاید به خاطر شکم، به خاطر حب جاه و مال دین فروشی بکند، کتمان حق بکند یا تلبیس حق بکند. الله می فرماید مثل الذین حملوا التورات، مثال آنهایی که حمل کرده شدن تورات، یعنی تورات بدوش اونها گذاشته شد، ثم لم یحملوها، سپس آن را حمل نکردن، یعنی به مقتضای تورات عمل نکردن. تورات چی گفت؟ گفت نبی خاتم همینه، علائم درسته، مصداق اون آیات تورات همینه، اما اون گفت او از بنی اسماعیل آمد پس ما قبولش نداریم، چرا از بنی اسرائیل نیست؟ ثم لم یحملوها، او را حمل نکردن، به او عمل نکردن. کمثل الحمار، مثال اینها مثل الاغ است که یحمل اسفارا، حمل میکند بار کتاب،
حمل میکند باری از کتاب. این مثال نه تنها مال این هست، ذالک مثل القوم الذین بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. بسیار بد است مثال هر اون قومی که تکذیب میکنند آیات الهی را، حق و حقیقت را میداند ولی تکذیب میکنند. والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند عزوجل هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالمی را. این قوم ظالم یعنی اینها مهر جباریت بر قلبشون خورده، اینها صم بکمون هستند، اینها دیگه از هدایت گذشتند، قابل هدایت نیستند. قل یا ایها الذین هادو. حال الله عزوجل معیاری بیان می فرماید که از اون معیار حقیقت مشخص میشه، حق و باطل مشخص میشه. شما ملاهای یهود ادعا دارید که شما بر حق هستید، پس بیایید برای مباهله. بیایید مباهله را قبلا در سوره آل عمران خواندیم. اینه که وقتی که با دلائل قانع نمیشند بهشون بگیم بیایید دست به دعا بردارید. هر کس از ما بر مسیر باطل است و بر طریق باطل است، خدا او را در جا از بین ببرد، خدا او را بکشد. بیایید دعا میکنیم. نیامدند، ترسیدند. این هم دعوت به مباهله است. اکثر مفسرین همین میگن اینم مباهله است. قل یا ایها الذین هادو. بگو ای کسانی که شما یهودیت را پذیرفتید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. اگر شما بر این پندار هستید، بر این گمان هستید که شما اولیاء خدا هستید، شما دوستان خدا هستید، من دون الناس، بغیر از بقیه مردم، بقیه یعنی مسلمان ها نیستند، شمایید. فتمنوا الموت. موت را تمنا کنید. در جامع البیان به نقل از ابن عباس رضی الله تعالی عنه آمده که این دعوت به مباهله هست. ابن کثیر هم گفته، تفسیر ابن کثیر، ای فدعوا بالموت على الضال من الفئتين ان کنتم صادقین. بیایید دعا میکنین، دعای مرگ برای هر یکی از ما دو گروه گمراه است. اگر راست میگید نترسید، بیایید به میدان. شما میگه ما حق هستیم، خب شما حق هستی، قطعا شما نمیمیرید. بیایید دعا میکنیم علی الکاذب فتمنوا الموت. پایین اسم نیست، علی الکاذب، هر که دروغ میگه او بمیرد. ان کنتم صادقین، اگر راست میگه در اون ادعای محبوبیتت که میگفتی نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا هستیم، محبوبان خدا هستیم. اما الله عزوجل پیشگویی میفرماید. الله میفرماید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. هرگز تمنا نمی کنند مرگ را و نمی خواهند اون مباهله را، هرگز. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که دستهایشون انجام داده. یعنی دستهایشون انجام داده یعنی چه؟ یعنی به سبب عمل کردشون، بنویسید به سبب اعمال شرکیه و کفریه میدونند که آیندهشون خرابه، چون میدونستند الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. میدونستند این پیغمبر به حق خداست، میدونستند ما با این کار آخرتمون را خراب کردیم، لذا به خاطر این اعمال کفریه و شرکیه میدانند که اگر مرگ را تمنا بکنیم برای ما بد تمام میشه. والله علیم بالظالمین. الله خوب میداند چنین ظالمین را. ولی به آنها بگو اینجا در میدان نمیایی، دعا نمی کنی، مرگ نمی طلبی، ولی از مرگ فراری هم نداری. فردا مرگ سراغت را میگیرد، روزی که اجلت برسد میمیری. قل ان الموت الذي تفرون من. به آنان بگو همانا موت، اون مرگی که شما فرار میکنید از اون مرگ، فانه ملاقیکم، همانا اون مرگ ملاقات میکند شما را در میابد. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، سپس شما برگردانده میشوید در محضر رب العالمین، اون ذاتی که از مغیبات هم میداند، از ظاهر هم میداند. عالم الغیب والشهاده است، هرچه مخفی
تخفی کردی، هرچه پنهان کردی، هرچه در اون دل سیاحت بوده اون هم میداند. فینبئکم بما کنتم تعملون. وقتی که اونجا احضار بشی خدا میگه شما چه عملی کردید، میگه که شما چه بودید و چه کردید. به هر حال اینها بودند مواردی که الله عزوجل فرمود زجر بودن برای مشرکین، برای کسانی که منکر بودن، انکارشون از روی ضد و عناد بود. حال در پایان سوره الله تعالی فرائض ما متعلمین را بیان می‌فرماید، چون اول فریضه معلم بیان شد، نه؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، 4 فریضه بیان شد. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. اونها فریضه معلم بود، الان فریضه ما متعلمین. ما چه کار بکنیم؟ الله به ما میگه شما همیشه در همواره در محضر رسول الله بشینید. وقتی که خطبه میگه بشینید، بلند نشی برای ادنا چیزی. در زمان آن حضرت صلی الله علیه وسلم روزی که خطبه میدادند صحابه گوش میکردند. زمان سختی بود، زمان قحط بود، چیزی گیر نمی آمد. جارچی از بیرون صدا زد که فلان منطقه کاروانی آمده، فلان فلان وسایل دارد، هر کی میخواد بخره زودتر. اینایی که تبلیغات میکنن هم خوب بلدند، دیر نرسی که تمام میشه. لذا بعضی از صحابه از بیم این که تمام بشه و فردا چیزی گیرشون نیاد، زن و بچهشون گرسنه نشن، از وسط خطبه رفتند. اونا فکر کردن ما بریم بر میگردیم. هنوز احکام هم برایشون درست تفهیم نشده بودند. فقط 12 نفر با رسول الله ماند، بقیه همه رفتند. الله عزوجل تذکر دادند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، هرگاه ندا شد برای روز جمعه، برای نماز روز جمعه، فاسعوا الى ذکر الله، بشتابید بسوی ذکر الله. تفسیر ذکر الله که یکی که قرآن است، ولقد یسرنا القرآن للذکر. اما این قرآن را در خطبه اگر پیغمبر میخواند معنیش از فاسعوا الى ذکر الله، یعنی بسوی خطبه. بعضی گفتن الى ذکر الله تفسیرش نماز است. فاسعوا الى ذکر الله یعنی الى الصلاة. و بهترینه که ما جامعتر تفسیر بکنیم، بشتابید بسوی ذکر الله یعنی خطبه و نماز، هر دوتا. چون که ما معتقدیم که خطبه جزء نماز است، خطبه جزء نماز است. حتی بسیاری از علما، بالخصوص علمای احناف، معتقدند در زمان خطبه نماز حتی خونده نشه. کسانی که سنن را نخوندند، سنن قبل از جمعه در زمان خطبه نخوانند. کسانی که وارد میشن تحیت المسجد معتقدند در زمان خطبه نخوانند، چون این خودش یک نمازی هست. حتی اجازه تسبیحات هم ندارند، تسبیحات هم نخوانند، چون مشغول چی هستند؟ استماع هستند. کسی اگر سر و صدا کرد به او حتی نگن ساکت باش، چون خودت تو نماز هستی، اشاره هم نکن. یعنی خطبه یکی بخشی از چی هست؟ از نماز هست. فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بیع را ترک کنید، بیع را رها کنید. دیگه بیع برای شما جایز نیست بعد از اعلام نماز، بعد از اذان گفتن برای نماز. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتر است برای شما اگر شما بدانید. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. بعد از نماز خداوند مثل یهود که بر اونها سخت گرفته شد، مطلقاً در روز شنبه اجازه ماهیگیری نداشته، اونقدر سخت نفرموده. نماز تمام شد، کارتون ادامه بدید. فاذا قضیت الصلاة، هرگاه نماز خوانده شد، ادا شد، قضیت ادیت، فانتشروا فی الارض، منتشر بشید در زمین. وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله کنایت از تجارت است، کاروبار کنید، تجارت کنید. اما
از خدا غافل نباشید. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اشاره به این است که نام خدا فقط برای مسجد نیست، فقط به وقت جمعه نیست. تو تجارت و تو بازارت هم الله را به کثرت یاد کن، اونجا خیر میبینی، بازارت رونق میبیند، تجارتت رونق میبیند. لذا وقتی که رفتی از خدا فراموش نباش. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. و در پایان توبیخ است، سرزنش و زجر است برای مؤمنین. و اذا رأوا تجارتا، هرگاه ببینند تجارتی را، یعنی کاروان تجاری، او لهوا، لهوا یه چیز بیهوده را، انفضوا الیها، انفضوا یعنی همه هجوم می آورند، همه رجوع می کنند به سوی او. و ترکوک قائما، و شما را قائم می گذارند، ایستاده، شما ایستاده. از اینجا معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چه حالتی خطبه میدادند؟ ایستاده، نه نشسته. استنباط از آیه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حالت ایستاده. و ترکوک قائما. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. آنچه که نزد الله است بهتر است از لهو. ببین یکی از تجارت، یکی از لهو. لهو یعنی بیهودگی. خب اون وقت کسی برای بازی که نمیره. شما هم الان که بازار برید برای بازی نمیری، برای لهو نمیرید. ولی یکی از علما میگفت که ما که میریم برای بازار، برای خرید، یه چیزی هست که نیاز ما هست و یه چیزی هست که فضول اضافی هست. امروز خیلی تو زندگی ما تجملات هست، چیزهای بالاتر از نیاز ما، اونها رو میشه بهشون لهو اطلاق کرد. و فرمود که تشخیصش اینه که شما که از خونه بلند میشید، چیزی که اراده میکنی از اینجا به شما میگم بخر، شما از اینجا که نیت میکنی اونها رو بخر، اونها نیازها هستن. مثلا برو مرغ بگیر، برنج بگیر، روغن بگیر، فلان بگیر، هر چی که نیاز هست از اینجا لیستش را هم داری، تو فکرت هم داری، ارادهش را داری، برای اون بیرون میشی. اون تجارت است، اون نیاز است. اما اونجا که میری چشمت میفته به این و به اون و وقتت را تلف میکنی، به هر حال خیلی چیزای تجملاتی را نگاه میکنی، دکوری را نگاه میکنی، اینا لهو هستند، اینا نیازت نیستند، برای اینا نه سفارش شدی نه برای اینها آمدی. لذا اینها اضافه، اینها فضولند. لذا میفرما هرگاه تجارتی ببینن یا لهوی، انفضوا الیها، هجوم میارن به سوی اون. و ترکوک قائما. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. بگو آنچه که نزد الله هست از نظر قرب، از نظر ثواب بهتر است از لهو و از تجارت. والله خیر الرازقین. خداوند بهترین رزق دهنده است. اینو چرا فرمود والله خیر الرازقین؟ یعنی اگر شما فکر و خیالتون این باشه که ما اگر اینجا بمانیم به خطبه بشینیم شاید ضرر بکنیم، دیگران رفتن شاید اونها نفع بکنن، چه بسا نفع شما بیشتره. همچنین ما در روز جمعه مغازه هایمون را تعطیل میکنیم، شاید چند ساعتی که مغازه تعطیل کلی ضرر باشه. نه تنها روز جمعه، در ساعات دیگر، در روزهای دیگر برای نماز ظهر مغازه را تعطیل بکن، برای عصر تعطیل بکن، برای مغرب تعطیل بکن. اون یکی که نماز نمیخونه تعطیل نمیکنه، فکر میکنه درآمدش بیشتره. نه، والله خیر الرازقین. تقسیم با الله است. چه بسا درآمد شمایی که به وقت نماز تعطیل میکنی و به وقت غیر نماز شما مغازه‌تون بازه، درآمد شما بیشتر باشه، چون که تقسیم با الله است، بر اساس ظاهر نیست. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
پروردگارا اله العالمین به ما تقوا نصیب بفرما، به ما خدا ترسی نصیب بفرما، به ما عقیده صحیح، عمل صحیح، اخلاق درست و تزکیه نصیب بفرما. پروردگارا تک تک این آیات که پر از نورند، پر از برکتند، پر از موعظه و پند و اندرزند، به تک تک اینها توفیق عمل نصیب بفرما. ما را عامل به قرآن بگردان، ما را عامل به سنت بگردان، ما را عامل بر دین عزیزت بگردان. پروردگارا رب خیر دنیا و آخرت را به ما نصیب بفرما، از شر و فتنه ما را حفاظت بفرما، مسلمانان را، برادران و خواهران ما را حفاظت بفرما. پروردگارا رب بر ما لطف بفرما و بر همه مسلمین لطف بفرما. ما را از فتنه ها حفاظت بفرما، ما را از فواحش و از معاصی حفاظت بفرما، از بدعات و خرافات حفاظت بفرما، از هر آنچه که تو را ناراضی می فرماید مولا ما را حفاظت بفرما. آخرت ما را اصلاح کن، دنیا و آخرت ما را اصلاح کن، بالخصوص آخرت ما را آباد کن، آخرت ما را بساز. پروردگارا ربا ما را خسر الدنیا و الاخره نگردان، مولا ما را با رضایت زنده بگردان و با رضایت از این دنیا ببر و با رضایت وارد بهشتت بگردان. مولا ما بندگان امیدواریم، امیدوار به فضل و به لطف تو، از تو خیر دنیا و آخرت را میخواهیم. مشکلات ما را و همه مسلمانان را حل بفرما. گذشتگان ما را، پدران و مادران ما را که رفتند و هستند، همه را غریق رحمت بفرما. همه عزیزان هر حاجتی، هر تمنایی دارند، به حاجت دلشون اجابت بفرما و پاسخ مثبت بده. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان مولا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين آمين برحمتك يا رب. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.